ناصر بیمخ زیر فشار ماتح جربده ترین تمرینات دنیا قرار داره. اون از عقرب گرفته تا هر موجود و کثافت دیگه رو میخوره تا قدرتمند بشه و آماده اون قراره به امنیتی ترین و خطرناک ترین زندان دنیا بره. واسه همینم یه مربی بی‌رحم استخدام میکنه تا ناصر رو تبدیل کنه به یه هیولای وامونده. اینجا هم احتمالاً داره تکنیک جیجی بند معلق رو یاد میگیره. مربی ناصر یه معجون از وسط پای بوفالو نر بهش میده تا مردونگیش تقویت بشه. معجون تخم بوفالو ندیده بودیم که دیدیم. جلال خالق. خلاصه انواع اقسام کلاس‌های مختلف رسمی با تمرینات عجیب غریب و سخت و باسنپاره کن و انجام میده. مربیش به ناصر کون شلوغ میگه باید با قدرت انگشت فاکت بتونی این چوبو سوراخ کنی. مربی این حرکت رو انجام میده و ناصرم پشماش غیب میشه. بعد از کلی تمرین و آیتمای سخت ورزشی بالاخره ناصر میتونه این کارو انجام بده. اون توی راه زندان کنار یه قلدر سیبیل کلوف نشسته. سگ سیبیل فکر میکنه که عمو ناصر باسنی و میخواد یکم انگولکش کنه که یهو عمو فن جیجی بند روش اجرا میکنه.